أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و دوستداران زبان عربی و اشتراکچیان مجموعه آموزش نحو، ما و شما یک درس درباره علم نحو گرفتیم، درباره کلام و شرطهای کلام، و امروز این درس دوم تقسیم کلام را خواهیم گرفت. باز کلام تقسیم می شود و هر یک قسم را علامتهایش چی می باشد. صاحب کتاب الآجرومیه می گوید که و اقسامه ثلاثتون، یعنی که قسمهای کلام سه تا می باشد. یعنی کلام عرب به سه قسم تقسیم می شود: اسم و فعل و حرف جاء لمعنى. یعنی که یکم قسمش اسم هست، قسم دوم کلام فعل هست و قسم سوم کلام حرف می باشد. پس به سه قسم تقسیم می شده است که این را انشاءالله در کتاب بدان به تفصیل با معناهایش خواهیم گرفت در درس صرف انشاءالله. یکم اسم است، دوم فعل است، سوم حرف است. در دوام حرف این کلمه را اضافه کرد، گفت و حرف جاء لمعنى، حرفی که برای معنا باشد. پس از این سخن معلوم می شود که حرف در زبان عربی به دو قسم تقسیم می شود: حرفی معانی و حرفی مبانی. حرف معانی همون حرفی است که یکی از قسمهای کلام هست، یعنی حرفایی که معنی دارن. و حرفای مبانی باشد، اون از قسم کلام نیست. حرفای مبانی همون الفبایی که ما و شما میدانیمش، همون الفبا تا ثایی که ما و شما میخونیم تا حرف یا، انا همون را حروف مبانی میگویند. اما حرفی که از قسم کلام هست یا یک قسم کلام هست، این را حروف معانی میگویندش. انا اکنون این سه قسم را ما از کجا بشناسیم؟ یک کلمه را دیدیم، از کجا بدانیم این اسم هست یا فعل هست یا حرف؟ اکنون بیان میکند، میگوید فالاسم یعرف بالخفض والتنوین و دخول الالف واللام و حروف الخفض. اکنون میگوید اسم شناخته می شود، یعنی که شناختن اسم، علامت اسم، نشانه اسمی که ما همون کلمه را بدانیم اسم هست، بالخفض، کسره. خفض گفته یعنی کسره را میگویند. یعنی که هر کلمه را دیدیم ما در آخرش کسره دارد، مثلا المدرستی، الکتابی، محمدین، اینها ببینید کسره گرفته ایست، آخرشون زیر دارن، کسره دارن، خفض دارن. همه اینها به یک معناست: خفض، کسره، زیر به زبان فارسی تاجیکی. خب انا اکنون همین کلمه ها که کسره دارد آخرش اسم هستن، اینها فعل نیستن، اینها حرف نیستن، اسم هستن. یعنی که اسم آخرش کسره را قبول میکرده است. یکم نشانش. دوم نشانش و تنوینی، دوم نشانش همین است که تنوین میگیرد، یعنی که آخرش تنوین دارد، و مثل محمدون یا محمدن یا محمدین، یا مثلا کتابون، کتابن، کتابین. ببینید تنوین را قبول کرده ایستاده است. پس اسم تنوین قبول میکند، فعل یا حرف تنوین قبول کرده نمیتواند.
این دویم علامتش است. یکمش آخرش کسره میگیرد، دویم آخرش کسره را قبول میکند. با شما فکر نکنید که اگر آخرش کسره نباشه پس اسم نیست. نه، آخرش کسره را قبول میکند و میشود که فتحه باشد، میشود ضمه باشد، لیکن کسره را قبول کرده میتواند. یکم نشانش. دویم نشانش تنوین قبول میکند، تنوین. سیوم نشانش دخول الف و لام هست، دخول ال هست. در اولش ال دارد، مثلا که الکتابو، الفرسو، الاستاذو. ببین اینها اسم هستند. برای چی؟ برای در اولشون ال دارن، ال قبول کرده ایستادن. اگر که ال قبول نکنن، قبول کردن نتواند، اون چی است؟ فعل هست. یا معنای فعل رو، نشانهش فعل انشاءالله باز در پایانتر میگیریم. و حروف الخفضی و چهارم علامتش، چهارم نشانه اسم بودن کلمه حروف خفض است. یعنی حرفای جر. در زبان عربی بعضی حرفای هست که پیش از اسم می آیند، اون اسم آخرش کسره می کند، اون را حروف خفضش میگن یا حروف جرش میگن. هر دوش به یک معناست، حروف خفض یا حروف جر. و هی انا اکنون حروف خفض بیان میکنه که حروف خفض چی است. یکمش مین هست، با تاجیکی از. مین با تاجیکی از. مثلا بگوی مین المدرستی، آخرش کسره میکند، پس معلوم شد که مدرسه اسم است. برای چی؟ برای در اولش مین آمد، یک نشانه. دویم نشانش که آخرش کسره گرفت. و ایلا، دویم حرف جر ایلا هست، ایلا به معنای تا. و سیمش عن هست، عن به معنای از. و علا، سیمش علا هست، علا به معنای بر یا بر بالایی. این چهارم کلمه، چهارم حرف خفض. پنجم حرف خفض فی هست، فی به معنای در. ششمش ربه هست، ربه به معنای گاها، به معنای تقلیل می آید، به معنای گاها یا به معنای تکثیر هم می آید. و الباء، هفتمش حرف با است، به مثل مثلا بسمی، بی خودش یک حرف جاره است، حرف خفض است. اسمی آخرش کسره کرد. برای چی؟ برای در اولش با حرف جاره آمد. و هشتم والکاف، حرف کاف است، حرف کاف به مثل محمدون کل اسدی. که حرف است، الاسدی آخرش کسره کرد، کاف حرف جاره هست. و لامو، و نهم حرف جاره، حرف خفض، این حرف لام هست. مثلا که الکتاب لی محمدین، لی این من لامه حروف خفضش میگن یا حروف جارش میگن. محمدین آخرش کسره میکند. پس 9 تا حرف خفض آورد، حرف جر آورد. با بعضی دیگرش رو که با اختلافات و با بعضی سخن‌ها است که در کتاب‌های بالا ان شاء الله اونها رو خواهید خواند. پس 9 این حرف رو از یاد میکنید. و حروف القسمی، و همچنین حرف قسم هم فقط در اسم می‌دراید. و هی همون حروف قسم الواو و الباء و تا، همین سه حرف است، واو و با و تا است. واو به مثل والله، والله، پس هم واو قسم فقط در اسم می‌دراید. دوم حرف با هست، به مثل بالله، بالله. و سیمش حرف تا است، به مثل تالله. ببینید والله، بالله، تالله، اینها هر سه حرفی قسم است. پس معنیش چی است؟ والله یعنی قسم به الله، بالله قسم به الله، تالله قسم به الله، همه اینا به معنی قسم هستند. برای خاطر اینها را حروف قسم میگویند. پس این واو در کدام چیزها میدارد، اسم و با و تا در کدام ها میدارد، اینها را انشاءالله در کتاب‌های بالا به تفصیل میگیریم با فضل و کرم الله، اگر الله نصیب من گردانده باشد. پس این بود علامت های اسم، نشانه های اسم. 4 علامت داشته است. یکمش آخر اسم کسره را قبول میکرده است. دویمش
آخر اسم تنوین قبول میکرده است. سیوم در اول اسم ال می آمده است و چهارم در اول اسم حرفای خفض می آمده اند. حرفای خفض 9 تاش را گرفتیم و همچنین حرفای قسم 3 تا. پس این علامت های اسم بود. میگذاریم در فعل. والفعل یعرف بقد. اکنون میگه فعل ما چخیل میشناسیم؟ فعل میگه ما با قد میشناسیم. در اولی کلمه را قد دیدیم، پس ما میفهمیم که بعد این قد فعل میاد. به مثل قد افلح المؤمنون، قد قامت الصلاه. ببین قد افلح فعل است. از کجا دانستیم؟ از قد، پیش خودش فعل است. قد قامت الصلاه، قد قامتی فعل است. از کجا دانستیم؟ از قد. قد این علامتی فعل بودنی کلمه بعدیش است. یکم علامتش. و دویمش سین هست. مثلا سیذهبو، سیذهبو زود است که می رود. یا که مثلا سیأکلو زود است که می خورد. پس سین فقط در فعل می درآمده است، در اسم نمی درآید حرف سین. و سیوم علامت فعل این سوف است. سوف به مثل کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون. ببینید سوف بعدش تعلمون اومده است. انا من تعلمون فعل است. از کجا دانستیم؟ از سوف، پیش از خودش سوف بود. و چهارم علامت فعل این تای تأنیث ساکنه است. به مثل قالت فاطمه یا ذهبت زینبو. این تای تأنیث ساکنه در فعل ماضی می درآید که انشاءالله اینها رو به تفصیل میگیریم. پس فعل را ما با 4 علامت میشناختیم. یکمش در اولش سین می آمده است، معذرت میخوام، یکم حرف قد می آید، دوم سین می آید، سیأکل مثلا سیذهب یا که سیدرسو، و سیمش سوف می آید، سوف یذهب، سوف یأکل، سوف یتعلم، سوف می آید. و چهارمش توی تأنیث ساکنه میاد، مثل قالت، ذهبت، اکلت. آخرش ببینید توی تأنیث ساکنه است. اینها علامت های چی هستند؟ علامت های فعل بودنی کلمه. انا اکنون نشانه های فعل ما شناختیم. اکنون سیوم قسمی کلمه ماند. ما گفتیم کلام به 3 قسم تقسیم می شود. اسم علامتاش گرفتیم، فعل علامتاش گرفتیم. اکنون سیوم قسمش که حرف است. حرفی معانی را علامتاش چی است؟ میگه که والحرف ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل. حرف علامتش همین است که شایسته نیست با حرف نشانه اسم و همچنین نشانه فعل سزاوار یا داخل نمی شود یا شایسته نیست. یعنی که اسم، معذرت میخوام، یعنی که حرف کلمه را میگفته که اون علامت ندارد. وقتی 4 علامت در بالا ذکر کرده را دیدید، خفض یا تنوین ال یا که حروف خفض، بدونید که اسم است. و قد، سین، سوف توی تأنیث ساکنه را دیدید، بدونید که فعل است. اما حرف چی؟ حرف یگان علامت ندارد. حرف یگان علامت ندارد. حرف به علامت است که انشاءالله اینها را به تفصیل در درسخوانی یا که در آموزش زبان عربی انشاءالله که عربی را درسی که مجموعه که خاصی برای تعلیم زبان عربی است، در اونجا انشاءالله بعض اشاره ها با این درس های صرف و نحویمون خواهیم کرد برای یادرس یا برای فهمیدن و دانستن. پس این هست درسی امروزه ما و شما که این درس دوم از آموزش نحو می باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.